اون بیمارستان مال بسیج و مال سپاه هست و خیلی خیلی سخت و دردناک بود و برخوردی هم که با این مسائل میشد بیشتر دردناک و شکننده تر بود برای من که از کشتن یه انسان هیچ باکی نداره و این رو عین ثواب و عین کار خوب میدونه. توی برخوردا اون کسایی که حالا آسیب میدیدن اگه میشد که میگرفتنشون، اگرم نه کسای دیگر رو، هر کس رو که میشد بگیری میگرفتن. یه چند تا کانکس گذاشته بودن، تعدادی هم دستگیر کرده بودن، داشتن یک آماری میگرفتن، سن بچه ها رو میپرسیدن و تقسیم بندیشون میکردن که مثلا بالا 18 ساله ها برن یک طرف، مثلا تو یک کانکس دیگه زیر 18 ساله ها برن مثلا تو چند تا کانکس دیگه. خب شب تعداد بچه‌های زیر تو اون باغ که من دیدم تعداد بچه‌های زیر سن خیلی بیشتر بود. صدای جیغ و التماس و گریه و من واقعا اولش نمی‌فهمیدم چطور. من مثلا خب مگه تو کانکس چه خبره که اینا دارن مثلا قسم میدم مثلا تو رو خدا فلان ول کنیم، مثلا غلط کردیم، یا گریه میکنن یا جیغ میزنن. مثلا گیج شده بودیم که مثلا حالا چه خبر واقعا. اصلا باورم نمیشد که بخوام یعنی چه کاری انجام بدم و تجاوز بکنم. من اینن که دارم براتون میگم یعنی این از جلو ذهنم داره میگذره، تمام قیافه ها، تمام اون سر و صداها، اینا هر شب هر لحظه با منه و چیزی نیست که مثلا من بتونم مثلا فراموشش بکنم و مثلا بگم یه چیزی بوده. چون اونا واقعا التماس میکردن، گریه میکردن و عاجزانه کمک میخواستن، ولی خب یه ما اولش گیج بودیم. من رو داداشم به حال از من ارشدتر بود به خاطر فعالیت خوبی که داشت، بهشون ارشدتر بود و رفتیم جلو که ببینیم چه خبره. دیدیم که دو تا از بچه‌های حفاظت سپاه جلوی کانکس ها وایسادن و ما که رفتیم جلو اونا اومدن جلو، گفتیم که چه خبره، صدا برای چی، چشونه اینا؟ گفتن که هیچ چیز نیست، این داخل فتح المبینه. فکر نمی‌کردم که دستم به این مسائل آلوده هست و خب ما فکر میکردیم که داریم تو راه عمو و دایی و شهدا قدم برمیداریم. همه عشق و آرزو و شوق ما بود که لیاقت شهادت داشته باشیم، ولی هم
نه دیگه جلو مردم اون آبرو داریم که بتونم سر تو روشون بالا بیارم و حتی بگم اشتباه کردم و نه جلو دین اون آبرو داریم. هرچی جنایت بود دونسته و ندونسته انجام دادیم و الان من موندم و عذاب وجدان و اون کارهایی که انجام دادیم.